سلام بچه، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل من. بچه امروز یه حرکت خفن زدیم، رفتم هرچی پنل داشتم و روشن کردم. این هم پنل این که اولی که 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا این آخری هم 9 تا پنل روشن کردم. 2 تا برنامه است، نمیشه نشون داد. بعد آره دیگه بچه ها زیر رو بودم تست کنیم در چه هر آقا من یه اصلا ترینینگ نه روبوت که تست کردم آقا فویسلای منگار داشت میرفت روی در نمی گفت میگم در کل بریم از تست کنیم ببینید شما. و بچه ها شاید به احتمال زیاد هر روز ویدیو بذارم یا همون دیلی آپلود چیم توی هفته آقا شما لطفا حمایت کنید دیگه، سابسکرایب و لایک و یه کامنت چیزی بذارید. آره دیگه بچه‌ها. و اینم بگم که اگر کل این پنل رو براتون بذارم تو ویدیوام حتما تو کامنت بنویسید پنل یا بگید پنل میخوام. اگر بنویسید دیگه. اگه لایک های ویدیو به 10 تا برسه در جا کلش رو توی ویدیو میذارم. اگه مثلا نه دیگه فقط به کامنت ها بنویسید چیز میشه براتون تکی تکی میشه. آقا میبینید میس میده. خب من الان خیلی تازه اومدم تو گیم، خب برای همین میس میده. خیلی خوبه هاجی. راستی نکنم دوباره دور رفت پنل 4 ساعت دیگه هم بندن 4 نه خب 3 ساعت هاجی. اینم که باته السیاد چی؟ نمیدونم. باید لفت بدم ببینم این دست اگه نایمد لفت بدم آقا بچه من رفتم. خب داشت صافی اومد نشستم دارم رفت رویدش خوش کرد. حالا نه اون موقع شانسی خوری یا چی ولی خیلی خفن بود. نه حاجی اون شانسی بوده اسمی کنم ولی فکرم میره رویدش ها. آره بچه ها چون من کلشم رفتم که دست خب قشنگ 5-6 تا اسمی میذارم. و این صدای که داره میاد الان این صدا بطری آبم. این هم بزنیم این من نیست دیگه لفت میدست لفت فعلا خداحافظ. آقا چه چیزی پیدا کردیم چه چی بود نمیدونم نه یادم رفت نمیدونم آقا چه قافیه ها چه قافیه پیدا که من لفت دادم خداحافظ. نه یه چی دیگه آقا ول کن. در کل که دیگه ببینید تا دیگه مثلا برای این کن حتی به پنل که نیسته 10 تا 11 تا پنل روشن کرده من اینجوری هد میکنه. این چقدر ویدیو شده. خب آقا دیگه بحثی زیاد صحبت کردم و اینکه لایک و کامنت و ساب و کامنت و همه چیز رو فراموش نشه. آخه لایک هم گفتم ولی خب آره دیگه بچه ها لطفا حمایت کنید. تجربه دیلی آپلود هم و آره دیگه تا یه ویدیو دیگه فعلا خداحافظ.